حمید. از اسبابی که توسطش تقوا پیدا میشه یک کمی نمیسته. انسان باید بسیار دوراندیش باشه، از تاوان مادیات خود تیر شوه. دل کسی را که به دست میاری اینطور نمیشه که تو بد اخلاقی بکنی، مالش به عنوانای مختلف بگیری. نه، تو درگذر بکو که ثابت شوه که یقینا تو شخصی ورزیده بودی، موزون بودی، که اونجا با زن بگویه که اوه اینطور شخص ما اینطور شخص من نمیگرفتم، چقدر آدمی موزون بود و سنگین بود. ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنه احسانه که در بین شما است. هر کدامتان عزتیه که دیگر در نظر بگیره، خصوصا که بعد از عقد نکاح هم بستری هم شده باشه، چقدر محبت در بینتان پیدا شده بود، اما حالات در نظر بگیره. یک قاعده است که انسان باید در تمام امور زندگی با هر فردی که معامله داشته باشی همی گپ یاد داشته باشی. تاسف است ما اگر اینمی قاعده را قطع خود بگیریم، هیچ وقت قطع مردم مخالفت ما پیدا نمیشه، بدبینی و دلبدی ما پیدا نمیشه. چرا؟ یک دوستی تا تنها یک نقطهش همیشه در نظر نگی که در یک مورد یا احترام تو را نکده، یا گپی تو را قبول نکده، یا خواسته تو را برآورده نساخته، تو حالی دیگه جنگیستی. نه، امی یک بدی از را در مقابل 99 نیکی دیگه مقایسه بکو. امی دوستت در 99 حادثه گپی تپذیرفته، در 99 معامله قطعی تو همکاری و کمک کرده، در یک معامله نکرده. حالی تو کلی امو 99 معامله را قطعی یک معامله برابر نمیکنی، کلی از او را توسط یک معامله بدی میشوی. نه اینطور نکن. ولا تنسوا الفضل، امو احسانی که در بین شماست او را فراموش نکنه، امو سابقه در نظر بگیره. مردم کدام بدی و دلبدی که پیدا میشه در مقابل امو دوستی که سابق داشته، این را باید هیچ نادیده بگیره. هیچ نگویی که برای ما بد گفته یا گپی مرا قبول نکده، نه بگویی که 99 را قبول کرده خیر است، یکی را ناقبول. اینمی قسم زن و شوهری هم معاملهش است. حتی بعد از طلاق هم امی گپ در بین خود باید داشته باشیم. ان الله بما تعملون بصیر، یقینا الله تبارک و تعالی به آن چیزی که شما انجام میده بصیر بیناست. اگه احسان میکنی، عفو میکنی، الله مکمل میبینه، هیچ وقت اجرتان ضایع نمیکنه، حالات تو را میبینه. انسان که نیکی میکنه اینطور نگویه که والا او خبر میشه یا نمیشه، یا او احترام متقابل برام داره یا نداره. تو برای الله بکو، پیش الله گم نیسته. از او خاطر هر معامله را به الله آدم بسپاره. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، نگهبانی بکنه نمازها را، کل نمازها را خوب حفاظتش بکنه. و الصلاة الوسطى، خصوصا نماز درمیانه. و قوم استاد شوی لله، برای الله تبارک و تعالی. قانتین بعد بکامل، قانتین در حالی که خاشعین باشه، ترس الله شما را فرا گرفته باشه که هیچ نوع معامله خلاف سنت در نماز از پیشتان صادر نشوه. در بین مسائل طلاق چرا مسئله نماز الله ذکر میکنه؟ دو وجه است. یک وجه است ای مسلمانا، اگرچه شما مصروف خیلی جنجال و کارا می باشه، لیکن فریضه الله و حق الله را فراموش نکنه. بله، همین قسم که شما این انتظام حق بنده را داره، حق الله را انتظامش داشته باشه. انسان که دوچار مسئله خانوادگی شوه بسیار پریشان می باشه. بس اوقات نماز از یاد آدم میره. چرا گیج می باشی بخی؟ موضوع خانوادگی بسیار پیچیده است. از همون خاطر در ازدواج بسیار قدم خیلی زیرکانه باید بگذاری. چرا که باز جدایی انسان آنقدر پریشان میسازه که هیچ پرسان نکن. همین زن که از پیش طلاق میشه، 1000 وسوسه را شیطان در دلت میندازه. حالی مردم چی برات میگه؟ آیا زن دیگه برات پیدا میشه یا نمیشه؟ برای زن همین قسم وسوسه ها پیدا میشه، بسیار چرت انسان خراب میشه. از او خاطر الله میگه با وصفی که چرتتان خراب است، خو حق الله را فراموش نکنه. نمازها را حفاظت تو پابندیش بکنه، نماز از پیشتان قضا نشه. از او خاطر الله میگه یک موضوع است. دوم موضوع، انسان که دچار مشکل میشه، چه راه وجود داره که همین مشکل حل شود، پریشانی از بین بره؟ هیچ راه دیگری نیست بجز از نماز. پیغمبر علیه السلام هر مشکلی که برایش پیش میشد چی میکرد؟ میخیست برای نماز. انسان که دچار کدام مشکل میشه، زندگیت خراب میشه، شوهرت لطکوب میکنه، تا اقتصادت ضعیف میشه، مریضی زیاد میشه، کارت برابر نمیشه، در یک جای در امتحان ناکام میشی، گپایت خراب میشه، تو باید رابطه تا با کی قایم کنی؟ مایوس نشوی.
انسان در سرحدی نرسه که برو دیگه این گپم نشد برو خلاص شد. فلانی دختر طلب میکردم وای وای را طلب کرد دیگه کس گرفت بس دیگه حالی تو بیشی گریان کرده برو. نه گریان نکو، حالی تصمیم دیگه بگی، اسباب دیگر اختیار بکو، از الله ناامید نشو. ده امتحان ناکام شدم وای وای در طب کامیاب نشدم دیگه نمیخوانم. نه خیر است، الله شاید خیر در یک مسلک دیگه برد، در انجینری انداخته باشه، در شرعیات انداخته باشه. انسان نیست که یک موقف حتما محکم میگیره میگه که دمی رسیدم اگه نرسیدم دیگه در بدر شدم. نه، قدمی نیکه که در هر موقف بمانی. دکتر شدی اما نعوذ بالله تو معاینه داری، دکترای هستی که نه نماز میخوانی تمام روز نعوذ بالله کارای غلط کرده رایستی، چی به دردت میخوره؟ اما دهقان هستی خو نیت خوب داری، اراده خوب داری، دانه را کشت کرده رایستی، گندما را پرنده ها از پیشش میخوره بری تو ثواب میرسه، مرچه ها از پیشش میبره بری تو ثواب میرسه. انسان خیر خود نمیدانه. بسا مردم دخترها و بچه ها خودکشی میکنه. چرا؟ دختری فلانی برم نشد، بچه فلانی برم نشد. چرا خودکشی؟ مرد کلی مرد هسته، یک مرد خو نیست. دخترها کلش دختر هست، یک دختر خو نیست. چرا خدا در حد نهایت میرسی خودکشی میکنه؟ شاید الله خیر دینمی میبود، قطعی از او میبودی امو آدم تو را میزد میکشته، امو آدم غلط کار قطعت میکرد. بس اوقات همیطور شده. قدرت الله کسی که از اول خیر فرفته کدام بچه از دختر از بچه شده، در نهایت امر امو اردو باز با هم چی شده؟ بیا برسوام شده، الا کدشه. در اول گریخت قطع امو بچه و در انتها بگوی دختر الا کرده، بدنام کرده، لط کرده، کوب کرده یا آخرشان قتل کرده. هیچ کی نباشه همیطور برش گفته که تو اگر دختر می بودی قطع من نمی آمدی. همیطور برش میگه. نه، انسان فرفته کسی نباشه. انسان طلب چی را میکنه؟ الله آن چیزی که خیر ماست الله او را بر ما نصیب بکن. خیر، طلب خیر بکن. استخاره نمیره میگه. نماز استخاره نیست که آدم شو خواب ببینه و کی سوز دیدم و کی سفید دیدم. این گپا غلط است، حدیث نامده. مولا هم که میگه تعبیرات میکنه این نادرست است. استخاره طلب خیر است. دعا میکنی یا الله اگر اینی امر چی مانا؟ من فلانی مسلک انجینری را انتخاب کردم، اگر خیر باشه الله اسبابش مهیا کن، مرا در کامیاب کن. الله اسباب مهیا میکنه اگر برات خیر باشه. فلانه طرف سفر دارم، فلانی دختر طلب دارم، یا الله اگر خیر باشه برای من نصیب کن. الله اسباب مهیا کده میره. اگر خیر نباشه الله مانع پیدا میکنه میگردانه از تو. اینی را استخاره میگه. این انسان باید دائمی بکنه. بس از الله خیر طلب بکن. نگوی که فلانی، نه اگر شوا فلانی شوا، دختر فلانی که نشوا، نه هیچ چی ندارم. برادر دختر فلانی شوا، تو چی میفهمی خیر در کجاست؟ این معامله سر خودم تیر شده. خو نو که آمده بودم آدم که نو چی باشه بسیار چیسته احساسات بلند داره. گفتم نه دختری را میگیرم که مکمل تعلیم کرده باشه. در منطقه دیهات قرآن یاد نداره، تو پشتی تعلیم میگردی. تو تعلیم کجاست؟ در یک جای خواستگار روان کردیم، بالکل گپ همینطور لوله شده بود. پدرم یک نصیحت برام کرد. برام چطور نصیحت کرد؟ گفت بچم تو در زندگی چه اراده و تصمیم داری چی میکنی؟ ما گفتم تدریس. ما درس خواندیم، مغز خدا آب کردیم که ما تدریس و مدرسه نداشته باشم. خیلی خوب. گفت وقتی که تو تدریس میکنی همین زنی تا کی نکاح میکنه؟ پدر و مادر 1 سال 2 سال 10 سال زنده باشه. تا که ما پدر زنده هستم برو اولاد تو همی اشتکای تو ختمه زندگی میکنه. بعد از خود تو باز یک طرف ملاستی زنی تا قطی ایوار هم نمیمانی، قطی بیادر هیتا هم نمیمانی. همینطور است یا نه؟ خب از جای دور که زن میگیری همین انتقال از ایره غم و چی خوشحالی میشه. کی انتقال میده؟ تو خود تدریس است. من نباشم کی؟ همینطور چرت برد مرا. از جای دیگه قصد کرده بودیم. خب همینطور که چرت زدم یقینا همین نقطه های پدر سخت در ذهنم تاثیر کرد. ما گفتم پدر بعد از این اختیار از توست، من دیگه مطالبه نمیکنم که فلانی. پدرم ماشاءالله دستی رفت دختری خاله را برای ما گرفت. واقعا پسان در عمر خود تجربه کردم که چقدر مناسب و موزون بوده. چرا؟ یقینا این گپ بسیار مناسب می باشه، بسیار ضرور می باشه. انسان باید اینطور نباشه که حالا این امیره میگیرم این امیره نمیگیرم.
دختره و بچه های گپا خیلی زیاد چی میکنه، باز سوالم میکنه کدام داره بخوانیم. دعاها برای از این نیست که ازدواج تو از او صورت بگیره. تلاوت قرآن، ازدواج، عبادت ها برای الله خوانده میشه. دعا بکو که آن چیزی که خیر است الله برات نصیب بکنه. در تمام امور، تجارت است، وظیفه است، هر کاری که شما میکنه استخاره کنی، از الله خیر طلب بکنی، خیر بهتر است. قرآن برای ما دستور میده در حالت پریشانی توسط چی زایل میشه؟ توسط نماز. الله برای ما میگه حافظوا علی الصلوات، حفاظت کنه، پاسداری کنه بالای نمازا، و الصلاه الوسطی، خصوصا بالای نمازی درمیانه. پاسداری نماز چی را میگه؟ نماز چطور پاسداری کنیم؟ پیره‌داری کنیم، مراقبت کنیم. مراقبت از این موبایلی را میگه که کسی را بگوی که موبایل گم نشوه، تو همی بار بار نظر میکنی که موبایل کسی نگیره. اینی را پاسداری و پیره‌داری میگه. نمازا چطور پاسداری شوه؟ یک امر معنوی است. پاسداری و حفاظت نماز است که نماز در وقت بخوانی، به جماعت بخوانی، لحاظ تمام سنن و آداب و مستحبات و واجباتش بکنی، به خشوع و خضوع بخوانی. اینی را حفاظت و پاسداری میگه. اگر نماز در وقت نخواندی، حفاظت نکردی، نماز نقصان آوردی، و جماعت نکردی، نقصان آوردی، آلی خشوع نکردی، نقصان آوردی، سنتایش مراعات نکردی، نقصان آوردی. حفاظت نماز نشد. خصوصا نمازی درمیانه. اگرچه مفسرین در این مورد اختلاف زیاد داره که نماز وسطی کدام است. راجح ترین قول نماز وسطی دیگر است. چه کمال داره نماز دیگر؟ چرا در حدیث پیغمبر میگه کسی که نماز دیگرش فوت شد، قضا شد، که انما وتر اهله، تو میگی هلاک شده کلی اهل و عیالش. یک انسان اهل و عیالش از بین بره، خو نماز دیگرش از بین نروه. این مرادف است. امروز ببینید چرا الله میگه صلات الوسطی. نماز دیگر بعضی علما میفرماید که در اینجا ملائکه که در روز آمده اعمال نوشته کرده عالی بالا میره، ملائکه شب پایین میشه از او خاطر. لیکن در این نماز خود نماز صبح هم شریک است. او را چرا نمیگه که محافظت بکنی؟ یک. دوم، نماز دیگر را به خاطر میگه حفاظت کرده شوه، که اگر این نماز حفاظت شوه، دو نماز دیگه هم قطعش مکمل حفاظت میشه، شام و خفتن. چرا؟ کسی که دیگر وضو داره، همون وضو تا کدام وقت نگاه میشه؟ از او خاطر شام و خفتن هم میخوانه که وضوی دیگر هم نداشت، برو باز شام میخوانم، باز چی میکنم؟ شام ولا وقت نه، شام قضا شده دست پیشم بالا کیسه میکنه. بسیار مردم فقط نماز شام همینطور میگه که آذان داد 5 دقیقه وقت داره، دیگه چی میشه؟ قضا. حالا که در این روزا نماز شام 1.5 ساعت هم زیاد وقت داره. چند؟ 1.5 ساعت هم زیاد وقت داره. نه قضا نمیشه. دستی برو وضو کن نماز بخون. خب مردم تنبلی میکنه، شیطان نمیمانه. بعد از او چی میشه؟ خفتن خونانه کی خورد، تلویزیون هم سعی میکنه خور میره. برو بخیر. بازی خستن، وضو کردن، به الله عبادت کردن. این کسی که خشیت الله در قلبش نباشه، علم قوی به قرآن و حدیث نداشته باشه، نه اینطوری کار کس دیگه کردن نمیتونه. این را یاد داشته باشه. از او خاطر نماز دیگر اگر حفاظت شود، حفاظت دو نماز دیگر میشه. از او خاطر الله میگه دو وجه. سوم وجه، نماز دیگر اهمیت داره. چرا اهمیت داره؟ هر کس کاری خود در نهایت رسانده. معمار خشتکاری خود رسانده، یک کمکی مانده، اوجا آذان دیگر میشه، میگه تو باش میره خلاص کنم، باز در نماز میرم. او شروع میکنه در خلاص شدن از او، شام سرش میاد، نماز دیگر میمانه. دکاندار 4 دانه مشتری برش استادت، بوره بده، چای بده، میگه تو باش شیره بده، میره اوجا آذان شده، تو باش میرم خلاص کنم، دوی دیگه میاد، سه دیگه میاد، در شام میرسه. دیقان در کرد آب اعلا کده، 3 کرد آب داره، 2 کرد باقی من، میگه تو باش که همی دوره او بدم، باز میرم جیم نماز میخوانم. هر کس در معامله و کاری خود اینمی رقم چی میباشه؟ زن چی میگه تو باش که کمی همی چیسته اینمی آمادگی، همی نان بزنم، همی 2 نان باقی مانده، باز میرم نماز میخوانم. همی طور شام میشه، نماز دیگر میمانه. نماز دیگر محل امتحان بزرگ الله بالای بندگانش است که بنده عالی آذان و ندای ملکوتی الله را ترجیح میده یا کاری باقی ماندی خدا ترجیح میده؟ کدامش ترجیح میده؟ در سخت امتحان الله واقع میشه. از او خاطر الله میگه که والصلاه الوسطی، و دیگه حکمتش الله خود میدانه. چرا؟ او حکیم است، هیچ وقت امر بگه خلاف حکمت نمیکنه. و قوموا لله قانتین،
نمازها را حفاظت و پاسداری کنه، خصوصا نماز دیگره، لیکن نشوه که وارخطایی شما را وادار به این بسازه کمی مغزی در وضو نیم ساعت تیر کردی، خو اینجا چی میکنی؟ الله اکبر، همی استاد نشده در رکوع باز پس هم بالا نمیشی، هو سجده درپو در 2 دقیقه پس باز اینطور میکنه، اینقدر دستا را بالا گرفته، اینطور میکنه میره. نمازهای دیگر کلش همینطور باور خطایی است یا نیست؟ الله میگه و قوموا لله، استاد شوی برای الله قانتین، در حالی که خشوع کننده باشه. عبادت انکسار در تو پیدا کنه، تو احساس بکنی که در پیش الله استاد هستم، مکالمه و مناجات قطع الله دارم. کسی که سلفی نباشه یا تبلیغی نباشه نمازایش درست نیست. تبلیغی بیچارم یک کمی خوبتر هستن، نمازها را یک کمی به دقت میخوانه. خود سلفی واقعی کسی که به منهج سلف حرکت میکنه و نماز خود قطعا خراب نمیکنه. یکی از علامات سلفیت چیست؟ در هر جایی که ببینه که نماز خوب رکوع کرد، خوب قومه و جلسه کرد، و کیست؟ ولو که رفع الیدین نمیکنه از ترس مردم، ولو که آمین بزرگ نمیگه، از همین نمازش میشناسن که به منهج سلف روان است. این را یاد داشت. الحمدلله، این شعار ما شده، فضل الله سبحانه و تعالی است. الحمدلله و فضل الله است. این مفکوره را پیدا کنه، به مردم ذهنیت بده. شیطان دمو موقع خیلی زیاد تلاش میکنه تو که ورخطا نماز بخوان. نه 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 نه، انتها فرق 5 دقیقه است. چند دقیقه؟ در 5 دقیقه ما نه بگه سمرقند فتح کرده میتونیم، نه بخارا را میتونیم، نمیتونیم. خود شیطان دمو موقع تو را نمیگذاره که قوموا لله چی شوی؟ قانتین. او عبادت الله که خشوع نداشته باشه و عبادت نیست. خشوع در یک جزء نماز فرض است. در یک جزء از جزای نماز خود یک دفعه توجه طرف الله پیدا شود. اگر در کل نماز نمیشه، از او خاطر بسیار دقت کنید در نماز. نماز ترک نکنه. قرآن دمی طور موقع جار و جنجالم امر به نماز بکنه، نه پشت سر. در جنگ با دشمن هم جهاد داری، خو نماز ترک نمیشه. قرآن پشت سر میگه فین خفتم فرجالا، اگر میترسی از دشمن، اگر او دشمن انسانی باشه یا غیر انسانی باشه، فرجالا پیاده نماز بخوانی، او رکبانا یا سواره یا در چیزی که سوار است طرف دشمن، امو رقم نماز بخوانه. کیفیتش در سوره مائده میاد فاذا امنتم، وقتی که شما به امن شده، فذکروا الله، یاد کنی الله را، کما علمکم، به طرز و نقشه که الله براتون تعلیم داده. یعنی حالت جنگ و جهاد علیحده است، حالت امن علیحده است. جنگ و جهاد خو ضرورت است که تو سری سواری نماز بخوانی، رخ طرف قبله رعایت نمی کنی و امرای سلاح و اسلحه هم است، اما اینجا خوبه امن استی. حالی نماز بسیار دقت و آرام بخوان. کما علمکم، مثل که شما را الله تعلیم داده ما و طور طریقه را لم تکونو که شما نمیدانستید، تعلمونه، لم تکونو تعلمونه که شما نبودید که میدانسته، بلکه الله براتان تعلیم داده توسط کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. قرآن خود گفت و اقیموا الصلاة، نماز قائم کنید. چی رقم؟ آلی نقشه نماز کی برای ما داده؟ پیغمبر. ما به نقشه پیغمبر نماز بخوانیم. چی میگه؟ نماز با چیست؟ با طریقه امام ابو حنیفه است کتابا یا نیست؟ نماز به طریقه امام شافعی. ما میگیم نه، نماز به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. چیزی که در حدیث صحیح در نماز ثابت است، مطابق از عمل کردن. الله علامه البانی را غریق رحمت کنه، قبرش الله منور بگردانه. یقینا کتابی را که جمع کرده حدیث صحیح به طریقه محمد رسول الله صلی الله، اگرچه خوب تفصیل نداره. کتاب دیگهش تفصیلی است، با تاسف که در وطن ما تالی ترجمه نشده. شرح داره، همین صفت صلات النبی چی داره؟ شرح داره، بسیار مفید است، در 3 جلد است که الله بخواه کسی را الله توفیق بده که ترجمه کنه. بعد از نماز یا کیفیت نماز آدم میدانه. حالی هم الحمدلله چقدر انقلاب در نمازایتان آورده یا نآورده. حتما هیچ کدامیتان به کتاب نباشه، قطعتان باشه یک حدیثیشه مرد کسی نیست که رد کرده بتونه، یک حدیثیشه، چرا که کلش احادیث صحیح را جمع کرده و مطابق اونمو حدیثا نماز خواندن. اینی روش پیغمبر است. حالی دلی کسی اگر پشت روش امام ابو حنیفه و شافعی و احمد حنبل و امام جعفر صادق و دیگه میره، او هم ثابت نیست که طریقه از او همی رقم باشه. بس دیگه من نفیستم کتاب نوشته کردم، روش ها را اضافه کردم. در وضو توری رام میکنم، گردنم مسا میکنم. در نمازا چی؟ بگو اینم اینجا ماکم گرفت، اینم اینطور دیگه، اونم طور ماکم بگی دیگه.
سنت رسول الله چی میگه؟ حدیث پیغمبر اعلان چی میکنه؟ تو چی میکنی؟ والذین یتوفون منکم، کسانی که وفات کرده میشه از شما، و یذرون میگذار ازواجا، زنای خدا، وصیتا لازواجهم، وصیت کردن است برای زنای خویش، متاعا الی الحول، نفع دادن تا 1 ساله، غیر اخراج بدون کشیدن. فین خرجنا، اگر زنا به اراده خود برآمدن، یعنی پس از تیر شدن عدت 4 ماه در روز خود، اگر 1 سال زندگی تیر نمیکنه، فلا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما، فیما فعلنا، در چیزایی که انجام میده امی زنا، فی انفسهن، در مورد نفسای خود، من معروف، از او کاری که موافق شریعت است، پسندیده است. والله عزیز حکیم، الله زبردست ذات است، هر اراده را که بخواهم اجرا کرده میتونه، حکیم حکمت والاست، هیچ حکم بدون مصلحت نمیکنه. بسا اوقات زن و شوهر آنقدر محبت دیری نداره که هیچ پرسان نکن. قدرت الله تبارک و تعالی است. توسط یک عقد نکاح الله در بین زن و شوهر آنقدر رابطه قوی را پیدا میکنه که حتی در بین اولاد و پدر و مادر نمی باشه. همینطور الله رشته محبت قوت میده. الله و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم موده و رحمه. خیلی شفقت و مهربانی را الله پیدا میکنه، خیلی محبت پیدا میکنه. زمان شوهر وفات میکنه، زن بسیار حیاناک است، بسیار پاس و لحاظ برای شوهر خود داره، نمیخواد که 4 ماه او در روز بعد خانه شوهر را ترک بگویه و بگریزه، نعوذ بالله. یا ایست که بله عدتش خود تیر میشه، خو اولاد داره، دلش در اولاد میسوزه، میگه بان کمی اولاد خدا 1 سال خو خدمت بکنم، سرپرستیش بکنم. آلی اینمی طور شوهر بعد زمان مرگ خود به اقارب خود وصیت کنه که زن مرا نان و نفقه شه تا 1 سال بده. این حکم بعضی مفسرین میگه منسوخ شده. اول 1 سال عدت بود، بعد از اون منسوخ به 4 ماه و 10 روز شد. آیتی که قبلا تیر شد، او آیت اگرچه در تلفظ مقدم است اما در نزول متأخر است، از او خاطر میگه این آیت منسوخ شده. لیکن قول راجح است که منسوخ نشده، او امر واجبی و لازمی است. این امر چی است؟ استحبابی است. یک زن میخواه نمیخواه، میگه من در خانه شوهر خود 1 سال تیر میکنم، باید وارث و اقربای میت لحاظ وصیت امو مرده خدا بکنه، زنش تا 1 سال بسیار به احترام عزتمندی در خانه چی کنه؟ نگاه بکنه. آلی اگر امی زن به اختیار خود 1 سال پوره نمیکنه، میره بدر، بازی مردم مانع نمیشه و میره او زینت خدا میکنه، شوهر دیگه میگیره. چرا این امور شرعی است، از امو خاطری مانع نمیشه و یا مانع از او بعد نشوه. وللمطلقات متاع بالمعروف، برای زنای طلاق شده نفع دادن است بالمعروف، به طریق پسندیده موافق شریعت. اونجا برای زن مطلقه که مهر مقرر نبود و قبل از هم بستری طلاق داده بود، اونجا متعه لازم بود، واجب بود که باید برش بده. اینجا مطلق زنی که طلاق داده میشه، اگر هم بستری شده اگر نشده، اگر مهر مقرر است اگر نیست، مطلقاً باید بری زنا چیزی تحفه داده شود. چرا؟ به خاطر که در وقت فرقت و جدایی هم یک خاطره خوب از شوهر خود داشته باشه، نه خاطره بد. چرا؟ اگر خاطره بد داشته باشه بازو دیگه تبلیغات میکنه، میگه این شوهر من اینطور بود. آلی اون شوهر که زنا را خواستگاری میکنه، این زن تبلیغات کرده در مقابلش، هیچ کس آماده برای چی نمیشه؟ برای گرفتن شوهر نمیشه. و همچنان شوهر از زن خود خاطری خوب داشته باشه، تبلیغات نکنه که زن اینطور عیب داشت، اینطور بود، که حال دیگه کسا به خواستگاری از این نبیه. نه، اسلام در این طور موقع هم نمو رای اخلاقی و حسن اخلاق اختیار کرده که شوهر احترام برای زن داشته باشه و زن به شوهر داشته باشه. اگرچه عوامل پیدا شد که سبب فرقت اردو شده و این اردو نتانستن که زندگی را موافق شریعت با ادا کردن حقوق متقابل پیش ببره، موقع برای جدایی آمده، اما در این حالت جدا شدن هم احترام متقابل داشته باشه. حقا علی المتقین، این حق ثابت بالای کسایی که خدا نگاه میکنه از شرک کفر. متقین حق است بالای کسایی که خدا نگاه میکنه از بخیلی، از کنجوسی، از زشتی و بد اخلاقی. چرا؟ آدمی که اخلاق نیک داره در این حالت هم لحاظی هر دو جانب میکنه.
كذلك يبين الله، اینمی قسمی احکامه که الله بیان کرد، اینمی قسم بار بار بیان میکنه، خب واضح واضح بیان میکنه الله لکم، برای منفعت شما، مصلحت شما، آیاتی احکام خدا، لعلکم تعقلون، به خاطری که شما از عقل کار بگیری، از فکر مردمای احساساتی نباشه، نظری سطحی نداشته باشه که هر گپ آمد وی ما ایره چی کنم برای پدر نالتا از پیشم جدا میشه. نه، از عقل کار بگیره. اینمی یک جور کالایی که تو در وقت جدایی به این زن میدی شده میتونه که خانوادهش متاثر بسازه، زن متاثر بسازه و بگویه که بالکل من باز قطعی شوار زندگی میکنم. تو نمیفهمی، از عقل کار بگی. این موقع تفکر و تعقل است. انسان در مسئله زندگی و جدایی و گرفتن ازدواج از تفکر و تعقل کار میگیره، زندگی سطحی و سرسری نمیکنه. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، بله موضوع جهاد اونجا اصلاح خانواده بود. یکی خب بعد همه اموری که ما و شما پیش تر کردیم انتظام خانواده توسطش درست میشد، اصلاح نظام خانوادگی می آمد. عالی اصلاح چی؟ جامعه. اصلاح جامعه توسط چی میاد؟ بطه هایی که سبب بدبختی میشه در جامعه او باید از بین بره. مثل که دکترها میخیزه مریضی که در جان بدن یک شخص است، هر قدر میکروبا و دانه هاست تو را مکمل عملیات کرده از بین میبره. جهاد امی حیثیت داره. در کدام جایی که تو میبینی که نظام الله مانعش پیدا میشه، امور چی کو از بین ببر که کل مردم زیر یک چتر نظامی، زیر چتر یک نظام زندگی بکنه و مردم یک عقیده یک مفکوره داشته باشه. جهاد به می خاطر است. الله تبارک و تعالی دعوت به جهاد به صورتهای مختلف بر ما میده. گاهی به ذکر داستانا انبیاء علیهم السلام و قومای سابقی که جهاد کرده، کدام عزت و مجدی که به دست آورده، داستان از واره بر ما بیان میکنه. ما تو را تشویق میکنه، ترغیب میکنه که بیادرم اگر تو میخوایی مجد و عزت تا به دست بیاری راهش نمیسته. گاهی مردمی که جهاد ترک کرده و مبتلا به ذلت و رسوایی شده، حالات از واره بر ما ذکر میکنه. ما تو را از گوش کش میکنه که تو تور نشوی، که باز همین ذلت دامن تو را هم میگیره. فکرت باشه. قرآن کریم متنوع حالات بر ما بیان میکنه تا ما باشیم بصیرت کامل از جهاد داشته باشیم. هدف جهاد، طرز جهاد، چه قسم جهاد میشه، دینمی داستانا کلی مسائل برای ما همینطور انگشت نما میشه. الم تر، تو نمیبینی مخاطب پیغمبر علیه السلام، الی الذین، در حالت مردمایی که خرجوا برآمدن من دیارهم، از خانه های خود، و هم الوف، در حالی که یا به هزاران مردم بودن. چرا برآمدن؟